بسیار زیبا، بسیار زیبا. سپاس از شما مهماندار عزیز، خیلی لذت بردیم. ممنون. دوست عزیز شاعری داریم امشب اینجا حضور دارن، افسانه رسولی عزیز هستن که لطفاً به افتخارشون دست بزنید تا بیان از شعرهاشون رو بخونن. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه حضار گرامی و ممنون از دعوت افسانه جان عزیز. یک دو تا قصه دارم امشب میخونم براتون، امیدوارم که دوست داشته باشید. یک قطعه‌شو شروع میکنم که یک مقدار شاید حال خودم بیشتر و بعدش یک مقداری عاشقانه تر شاید گفت. دلم دریای طوفانی، غم و شب‌های بارانی، من و حجم سکوت مرگ فرو رفته به گردابی، نگه را می‌دوانم سرد بسان خنجری بران، شکافنده به پهلوی، نه سرخی هست نه گرمایی، نمی‌بینم نمی‌یابم نمی‌جویم، نه شبح‌ها رنگ رفته خسته و نالان، دل آویخته به دیوار کاهگلی باغ آرزوهام، درختان نیزه‌هایی به دهلیز آسمان، خون منجمد گشته به رگ‌های گیاه، به کجا می‌توان برد پناه؟ در کدام گور به تنهایی خفت؟ نگه سرد را به بنبست کدام کوچه باید سفت؟ نه نمی‌بینم نمی‌یابم نمی‌جویم، نه. مرسی. یه قطعه دیگه میخونم خدمتتون. چقدره؟ او را خیال خواب من به جنون خواهد برد و در دلتنگی حضور نازک من آشفته، مرا هر دم به یاد خواهد داشت همچون پرنده‌ای که صیاد خود را به یاد آورد پرواز را از قفس کوچک تنهایی خود. افسوس که شکست بال را مقصدی دور نخواهد بود، روزی برخواهد گشت در یک روز سرد و مه‌آلود از میان غبار همه خاطره ها و مرا به خویش خواهد خواند. آن روز که ستاره های آسمان خیالم در نبودنش دانه دانه خاموش شدند و پرنده های مهاجر خود را بر درخت خشکیده خیابان حلق‌آویز کردند. روزی برخواهد گشت، روزی. یه سه بیت هم بخونم دیگه. میکروفونی که داده میرم شد خاص بدیم علکی. وقت آن شد که رخی تازه بیارایی، رنگ رخسار سرمه در چشم و سرخی بر گونه بیفزایی، طره را تاب دهیم بر گره رخم نگار تا که او برفکند از دل ما غم به هزار. مست ساغر شده‌ام از غم عشق تو ز فراق، پر کنیم جام تهی را تو به یک بوس و کنار. مرسی. مرسی افسانه جان، خیلی ممنون، به افتخار شدید. دوستان عزیز، امشب جناب مهداد عارف ادیب رو اینجا داریم. ایشون نقاش بسیار زبردستی هستن که سبک خاص خودشون رو دارن و کارهای بسیار زیبایی انجام دادن. میتونید برید
به اصطلاح تحقیق کنید ببینید و کارهای فرهنگی بسیار خوبی هم انجام میدن. امشب مهمان ما هستن. اولا یه اجازه بدید من نگاه پیدا میکنم دوست بعدی صحبت بکنه بعدا من اگر اجازه بدید من کلرم در میکنم. خب دوستان عزیز تا مهراد عزیز مرد یا شعرشون رو پیدا کنن از سعیده عزیز خواهش میکنیم اینجا بیان. ایشون با زبان انگلیسی دوست دارن متن رو بخونن یا شاید هم شعری هست. لطفا تشویقشون بفرمایید. اینو نوشتم واسه خدای میترا که واسه شب یلدا میاد به دنیا. خدای میترا در واقع از خدای هندی هم بعد میرسن به ایران و قسمتی از خدایان ما میشن توی ایران توی تاریخ. بعد وقتی داشتم میخوندمش این دقیقا 8 روز که توی شهر میگم به اون ما میپرندیم ایرانیان. خب به انگلیسی نوشتمش. I called myself a reader of the sun. O sun god, it's 8 days before your great battle, and your truth will be subtle. Soft justice in a breeze, yet still darkness cracks the skin of my lips. At August we greeted. I requested in between the rays through my hair for you to linger inside just a bit longer. I called myself a reader of your light, tipped my chin in a slow and familiar here, wrote your name, mine, on postcards to friends, walked as your sharpness parted my forehead, still, 8 days before you, reenacting your spirit and flames with dance, still, breathing true and in share, still, it's 8 days before. Meantime, you center ever force racing, for me, it's 8 days.
ممنون سعید عزیز، چقدر زیبا گفتم. مهرداد جان شما آماده هستید؟ من با این جمله آخر شروع کرده بودم، هر کجا نوروز لبخندی زند عطر ایران در هوا پیچیده است. و بعد یاد این مادرم مشیری رو خیلی دوست داره، سعی کردم شعر شبیه مشیری باشه، ولی خب متاسفانه به اون خوبی نوارد. باز نوروز آمد از راهی دراز، با نسیمی از دل باغ سپید، با ترنم‌های شیرین بهار، با غزل‌هایی ز خورشید امید. نور خورشید از افق تابان شود، نور خورشید از افق تابان شود، عشق در هر گوشه‌ای مهمان شود. می‌رود عطر بهاران در هوا، شور و مستی در جهان پیچان شود. سبزه بر دامن کشد نقش بهار، نرگس از شوق سر خندیده است. هر کجا نوروز لبخند می‌زند، عطر ایران در هوا پیچیده است. چقدر زیبا بود. با نوروز دوباره تازه کرد. مرسی. خیلی ممنون. آقای شاهین، اگه اشتباه نکنم شعبانیان، شاعر عزیزی هستن که امشب اولین شبی است که اینجا حضور دارن و دوست دارن شعر بخونن. لطفاً به افتخارشون. اولا سلام مهرداد جان، الان قربون ورزش دست داد. آره درد و بلد بخور دوست دارم. من نمیدونم پشت اون ورزش چقدر درد داشت. و عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزانی که اینجا هستن و شما که چقدر دستگاه شروع عالی نواختید. من شاگرد حسین علیزاده بودم و امشب کنار شما هستم و چقدر شما منو یاد بانو محلقان انداختید با این کار عاقبت. آره و به دعوت رضا سلطانی من اینجا اومدم. هیچ کس هم نیستم، آدم بسیار بی‌سوادیم. حافظ علکی حفظ کردیم، سعدی رو علکی حفظ کردیم. یه روزی که از بچه‌ها من کارم نجاریه، به خدا به من برگشت گفتش عمو شاهین، من خب نجار خوب نیستم دیگه، حالا به من میگن استاد کار، ولی برگشت من گفتم عمو شاهین اگر من 3 دقیقه وقت دارم، من کم یعنی من جای شما بودم این کاوره رو میخرم، ولی آره شاهین شعبانیان آوردیم اینجا یه خود بیشتر بهش وقت بده. ولی داستانش اینطوری که به من گفتش عمو شاهین نظرت هم گفتم جاست فور تودی به قول انگلیسی ها، من انگلیسی مثلا خوب نیست مثل میرزا صادق نگی خوب نوش خوب الهی قربونش برم میرزا صادق کاظمی بزرگوار شما. آره الهی قربونش برم، کسی که باعث شد اصلا ما بتونیم چاپ کنیم شعرامون رو، کاغذ اخبار. بله ازش صحبت می‌کرد، ازش هم گریه می‌کردم اون طرف، من همین گوشه میشینم اون رو. ولی درود بر شما. من یه شعر بخونم با نفسم، یه تیپ مثنوی بخونم، بعد چی بخونم؟ یکی از مثنوی‌های خودم. من میتونم بشینم؟ مدل شاهین دیگه. شاگرد احمد شاملو رو آوردیم اینجا چیکار کنه بخوره؟ بیتام بخونیم، هم بریم بالا بشینیم بزنیم بلش کنیم. میگه اگرچه از سفر دیر آمدم دیر، عذابم می‌دهد بغضی نفسگیر. تمام سهم چشمم بی زوالیست، وجودم در هجوم خشکسالیست. غریب آباد بود آنجا که بودم، مگر دل شاد بود آنجا که بودم. ز باغ لحظه ها صد درد رویی، تبر مهرداد جان، تبر بر شانه های مرد رویی. کسی در فکر بغض شاپرک نیست، نصیب قلب ساده جز ترک نیست. گلی در آن حوالی مرد خشکی، چند تا شماره اینجا داریم. گلی در آن حوالی مرد خشکی، دوباره یک شمالی مرد خشکی. نپرسیدند حرف آخرم را، مسیر کهکشان باورم را، نگاه رود را دریا نکردند و اصلاً خوب با ما تا نکردند.
به روی سفره ها بوی ریا پر و هر چشمی ز موج کینه ها پر. زدند آنجا به رسم یادگاری به عمق ریشم صد زخم کاری. روی شاد دخترم بهارم را به دوش باد بردند. صداقت را چه زود از یاد بردند. سفر خود رنج بیاندازم شد، شریک لحظه های تازم شد. شبی که غم دوباره جار میزد، دلی آهسته خود را دار میزد. شتابان خواند بادی سرد و دلگرد، غریبه زود از این بیغوله برگرد. تو ای همپای شبهای قدیمی، رفیق تاب و تبهای صمیمی. نگو سوغات را خواند کو، هوای گریه دارم شاند شکستی باز هم من را شکستی. نه دیشب نوشتم به خدا بعضی موقع شعر می‌نوشتم خانمم روش شد. من خانمم دخترم رو از دست دادم این سال قربون دارم. بعد تو بک خودش شاعر بود و اینکه آره اینو من دیشب براش نوشتم، سالگرد فوتشون بود. میگه شکستی باز هم من را شکستی، بلورینی و آهن را شکستی. تو باید میشکستی، من شکستم. تو قانون شکستن رو شکستی. آره با این دو بیتی بریم من غزل بخونم. چرا؟ دیگه بچه‌ها میخوان شعر بخونن، من گوش کنم. و یه شعری یه خانم میخوندند، یه سه بیت آخر اسمشون رو من افسانه بانو افسانه بزرگوار. من افسانه کلا آرزمی رو دارم، ولی اسم پدرم هم 6 بار بعضی موقع در روز سوال کنم، ولی یه شاه بیت آخرشون رو دوست دارم رو بشنوم، خیلی عالی بود. ولی با که یه غزل دارم به نام سنگ میریزد براتون میخونم. کسی دارد درون کوچه هایم سنگ میریزد. مرداد جان آره دقیقاً من اینو به تقدیم خود مرداد عزیز بکنم اگه اجازه هست. الهی قربون اون لرزش دستات برم، چون خودم نقاشی میکنم. آره و اون دوست عزیزمون تار میزنم و دستمون که میلرزه دیدی. آره نمیتونی پرده برداری، مثلا آره میخوای دستگاه شور بزنی یا میری راست نجگاه دیدی. آره مثلا کلا میری یه جای دیگه. آره مثلا میخوای یه کاری از داوینچی بکنی، مثلا میری پاول. آره من حال شماره یه حال دیوانگیه دیگه، میدونی مجنون که میشی دیگه اصلا اونجاست که هنر میاد سراغت. اونجایی که ولفگانگ آمادئوس موزارت بیشینه پشت پیانو و میز شروع میکنه زدن، میدونی دیوانگیه دیگه. مثلا آدم هنرمند که دیوانه نباشه نیست. این نظر من. چقدر حرف میزنم میخوره خفه میشم. ولی کسی دارد درون کوچه هایم سنگ میریزد، از ابتدا تا انتهایم سنگ میریزد. این تقدیم رو کردم. کسی دارد درون کوچه هایم، من شعرامو حفظ میکنم بعضی موقع یادم میره ولی میخونمش. کسی دارد درون کوچه هایم سنگ میریزد، از ابتدا تا انتهایم سنگ میریزد. حضورم را نمیفهمید، یادم اومد. حضورم را نمیفهمید. من با چشم خود دیدم که او دارد به روی رد پایم سنگ میریزد.
خودم را مهداد گوشه دیوار میبینم که میمیرد و او بی دلهوره بر جایم سنگ میریزد. به زیر بار نعش آرزوهایی که جان دادند کمر خم میکنم، بر انحنایم سنگ میریزد. الهی قربون مادرم برم، همیشه یک نفر هنگام رفتن آب میپاشید. دیدید مامانا آب میپاشن؟ همیشه یک نفر هنگام رفتن آب میپاشید و حالا یک نفر داره برایم سنگ میریزد. بیت آخر غزل گفتم که شاید باز هم اینجا بیایم باز، ولی او بر سر شاید بیایم سنگ میریزد. خیلی ممنون. حالا نمیدونم اگه کتابی داشته باشید جلسه‌های آینده بیارید که اگه دوستان دوست داشته باشن که مطمئنم خیلی طرفدار امشب پیدا کردید خریداری کنن. ندارم کتاب در هر حال ما خیلی خوشمون اومد، خیلی زیبا. خواهش میکنم خیلی لذت بردیم. دوست خوبمون که دفعه پیش اومدن اینجا آواز خوندن و به قول انگلیسی ها خیلی از معیر پیدا کردن. همه من گفتن اسم این خانم چی بود ما فراموش کردیم. چقدر راحت ارگانیک ریلکس خوندن و امشب هم اینجا هستن. فرشته عزیز لطفاً به افتخارتون. خجالت خانم واقعا خجالت دادید خانم. نمیدونم. خیلی متشکرم از لطفتون. آقای مهرداد همون آهنگی رو که هفته گذشته خوندم، نصف خوندم، اونو میخونم. اگر وقت شد دفعه یکی دیگه هم میخونم. بعد همون آمد نوبهار از دلکش خیلی آهنگ قدیمی 1327 که میگم این آهنگ هیچ وقت دیگه ساخته نشده، نمیشه و نخواهد شد. بخونیم ببینم میتونم یادم بیاد با اجازه خانم. اجازه بدیم که من اوکی. آمد نوبهار برای شما خوبه آقای من نوه دلکشم. آمد نوبهار طی شد هجر یار، مطرب نی بزن ساقی می بیار، مطرب نی بزن ساقی می بیار. بازآ ای رمیده بخت من، بوسیده دل مرا مشکن تا از آن لبان میگونت می نوشم به جای خون خوردن. آمد نوبهار طی شد هجر یار، مطرب نی بزن ساقی می بیار، مطرب نی بزن ساقی می بیار. خوش بود در پای لاله پر کنی هر دم پیاله، ناله تا به کی خندان لب شو همچو جام می، خندان لب شو همچو جام می. چون شراب عشرت و طرب
پایین تر صدا میپیشه عادت ندارم بدون ملاحظه بخونم بهتره بدون ملاحظه بدون میکروفون بهتره مرزیه رو بخونم میزد شب چوز میکرده باز آیم بر سر کوی تو من به نیاز آیم دل داده ره گذرم از خود نبود خبرم ای فتنگرم شبها سر کوی تو آشفته چو موی تو میآیند تا جویند خانه به خانه مگر از تو نشانه میخانه به میخانه پیمانه به پیمانه راه تو میپویم این می و مستی بود بی تو بهانه میسوزم شبها با شمع دل خود با سوز نهان میسازم با این آتش دل خود با خواهش جان فتنه‌ای به جام شرابم به لب رسید جان چو حبابم مستم و خرابم فارغ از غمم چه نشستی چرا دل مرا بشکستی همچو من تو مستی مست از بادم یا از آن نگه بر تو عاشقم یا بر روی من بر تو عاشقم بر تو عاشقم حرف من مشد شاد از عشق تو داد از عشق تو میزد شب جز میکده باز آیم بر سر کوی تو من به نیاز آیم دل داده ره گذرم از خود نبود خبرم ای فتنه‌گرم بسیار لذت بردیم. مرسی. میخوام بگم چقدر این هنره که یه کسی بتونه، چون خوندن و کار با ماهیچه گلوی چیزه، ولی اینکه انقدر بتونید عاشقانه انقدر بازیگوشانه بکنید که همه رو به وجه بیارید یه هنر دیگه هست. واقعا دقیقاً لیلا جان کاملا با ایتون موافقم. ببخشید من خیلی درود بر شما میخوام یادی با این ترانه از بیژن ترقی و پرویز آهنگی بکنم. بله. میزده مرزیه نویسندش بیژن ترقی بود و آهنگسازش
دوستان فرموزی یا ایده میشناسیم و بدونیم صدای مرزی که غلطی هیچی. اما خواستم معرفی کنم که بچه‌ها از میدونن، همه میدونن، فقط خواستم که بدونم. سپاس از شما. مرسی. دوستان به آخرای برنامه نزدیک میشیم. همونطور که میدونید به زودی باید سالن رو تحویل بدیم. قبل از که گروه موسیقی برگردن و حسن ختام داشته باشن، یه دونه دیگه میاد. میدونم زهر بابا دارم شونه میزنم کابو شما یه دونه حسن ختام دیگه میخونید میره. حالا قبل از اون من یک خبری به شما بدم. یک مجموعه کتاب، یک مجموعه شعر که به انگلیسی هست به نام To Lay Sun Into a Forest در مورد گریپ ها و اون سوگ های درونی ما هست که هر کدومون به یک نحوی ممکنه اون غم به قول خودمون قصه داشته باشیم. حالا میتونه شخصی باشه، میتونه به خاطر جامعه باشه، میتونه به خاطر اون سوگ‌هایی که بعد از جنگ اتفاق میفته، بعد از مهاجرت اتفاق میفته و یا از دست دادن عزیزی باشه. اومدن این تمام این گریپ ها رو یه سری شاعر جمع شدن و توی یک کتاب جا دادن و من افتخار داشتم 2 تا از شعرام در این مجموعه کتاب جا داده شده. مرسی دوستان. من 4 تاشو آوردم اینجا. اگر کسی دوست داشته باشه که خریداری کنه قیمتش 8.5 پوند هست و یا اگر دوست داشته باشید لینک آمازون رو بهتون میدم که از اونجا بگیرید. و هر حال احساس میکنم یک سری احساسهایی هست که هممون میتونیم باش رابطه برقرار کنیم. خیلی ممنون ازتون. خب حالا من نمیدونم این چونه‌هایی که زدم با لیلا و کاوه عزیز به جای رسید؟ مذاکرات داریم انجام میدیم. هنوز مذاکرات هست. بسیار عالی. میدونم زرتوش عزیز رفتن و حالا اوکی. پس مذاکرات مثبت بود. به افتخارشون لطفا. حالا تا آماده میشن من یه چیزی رو بگم. دوستان عزیز ماه آینده برنامه 29 می خواهد بود. در تقویمتون یادداشت کنید و به امید دیدارتون. و برنامه بسیار خوبی مثل امشب که اینقدر خوب بود اونم بسیار خوب خواهد بود. از دست ندید. به افتخار لیلا و کاوه عزیز دست بده گرم میشه. عاشق و مستم
دشمنم ایزا کند و دوست مرا گر دشمنم ایزا کند و دوست مرا من فارقم هرچه بگویم که مستم بسیار زیبا. مرسی از لطفتون. خب دوستان عزیز، برنامه امشب به پایان میرسه. به امید دیدارتون در ماه آینده و شاید هم بیشتر، چرا که نه قرار کافی میذاریم با هم دیگه. شبتون خوش. All right.